صدرالدین نجم‌الدین مطرح‌ترین خواننده مرد پاپ کشور تاجیکستانه. او که تا حالا 11 آلبوم موسیقی ارائه کرده، چند سالیه که آهنگا و موزیک ویدیوهاشو در لس آنجلس و با همکاری هنرمندای ایرانی و افغان تهیه میکنه و یه جورایی در جامعه فارسی زبان خارج از تاجیکستان هم کاراش مورد توجه قرار گرفته. گزارشی داریم از آرش راد. قناعت و صبوری روز و شبا کور کردم، آن همه فاصله ها را من ز خویش دور کردم. صدرالدین نجم‌الدین از پرطرفدارترین خوانندگان موسیقی پاپ تاجیکستان است و بسیاری او را بهترین آوازخوان مرد صحنه پاپ این کشور می‌دانند. او متولد 1980 میلادی در شهر دوشنبه تاجیکستان است. 4 سالم بود که شروع کردم به خواندن و همش تو خونه میخوندم و همه رو اذیت میکردم با صدام و همش فامیلیام، مادرم، پدر میگفتن که این خواننده میشه انشالله. یک خواننده داشتیم ما زمانهای قدیم تو تاجیکستان، اسمش بود کرامت الله قربان و من خیلی فن این خواننده بودم و شروع کردم از آهنگای خوندن از کوچکی. تقدیر این بوده که خواننده شدم و خدا را شکر امروز برای همه عزیزان خدمت میکنم و خوشحال هستم که اونا رو دارم. صدرالدین تحصیل کرده دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان در رشته اپراست، ولی بعد از اتمام دانشگاه این رشته را دنبال نکرد و به سراغ آرزوی همیشگیش موسیقی پاپ آمد. من موسیقی اپرا واسه اون خوندم که اونجا میتونی تجربه خوانندگیت خیلی خوب بشه و بلد بشی خوندن. واسه این من تحصیلات کردم تو موسیقی اپرا. از خورده همیشه موسیقی پاپ رو دوست می‌داشتم و همیشه میگفتم اگه خواننده بشم خواننده پاپ میشم دیگه، چون تو اپرا تو تاجیکستان توش پول نیست، میدونید ما احتیاج به اون داریم که پول بسازیم، ویدیو موزیک جور بکنیم و آهنگامون رو ضبط بکنیم. واسه این موزیک پاپ بیشتر پاپولاره، فکر میکنم همه جای دنیا. تو نوشتی نامه‌های از جدایی، خواندم و دانستمت که بی‌وفایی، هرچی بود از دل جداگی. صدرالدین اولین آلبومش را در سن 18 سالگی با نام عشق تو به بازار موسیقی تاجیکستان وارد کرد که در عرض مدت کوتاهی مورد استقبال فراوانی قرار گرفت. او که تا به امروز 11 آلبوم موسیقی به بازار ارائه کرده، اکثراً به زبان فارسی تاجیکی می‌خواند، ولی چند سالی است که آهنگ‌هایی را به قول خودش به زبان فارسی تهرانی هم می‌خواند که باعث شده فارسی زبانان دیگری را نیز خارج از مرزهای تاجیکستان به کارهایش جذب کنند. فکر میکنم اینقدر فرقیت زیاد بین این دو لهجه ها نمیبینم، چون یکم مشکل اینه که اینجا انگلیسی زیاد حرف